توی 40 مهمون کسی بودین یا یه خدمتی رو واسهتون انجام داده، حالا میخواید خیلی محترمانه و مؤدبانه ازش تشکر بکنید. معمولا شکران میاد تو ذهنتون، اما چند تا حالت خیلی قشنگ دیگه رو بهتون میگم که از همش میتونید استفاده بکنید. رحم الله والدیک، رحم الله والدیک، خدا پدر مادرتو بیامرزه. شاید بعضی از این اصطلاحاتی که دارم بهتون میگم تو زبان فارسی زیاد مرسوم نباشه، اما بین عربا خیلی مرسومه. عاشتیدک، عاشتیدک اصطلاحاً معنی همون دست درد نکنه خودمونو میده. الله یخلیک، خدا حفظت کنه. الله یسلمک، خدا بهت سلامتی بده. جزاک الله خیر، جزاک الله خیر، خدا جزای خیر بهت بده. مشکور، مشکور تیپ همون شکرانه، فقط یکم معمول‌تر. و مورد بعدی که خیلی هم قشنگه، ما قصرت، ما قصرت یا مات قصر، مات قصر. هر دوتاش یک قالب معنی واحد داره که انگار کم نمیذاری واسه ما، چیزی واسه ما کم نذاشتی. چند تا مورد دیگه هم توی کپشن واسهتون آوردم که اونا هم چیزای جالبی و میتونید ازش استفاده بکنید. نسألكم الدعاء مع السلامه.